استاد عزیز خوش آمدید به برنامه هم قلم و هم علم. همان طوره که پیشتر به همگان معلوم بود ما برنامه داشتیم با این نام و یک مدتی بیش از 2 سال با بهانه کرونا ویروس ما از ادامه این برنامه دست کشیده بودیم و اینک به این خلاصه آمدیم که این برنامه رو دوباره زنده کنیم. این برنامه هم قلم و هم علم اصلا در مورد روزنامه‌نگارای با تجربه بود که سالیانی زیاد به نوع قلم زندگی خودشان پیش بردند، به زینه‌های بلند رسیدند و امروز نهایت در دم پیری حرفی گفتنی دارند. خوش آمدید یک بار دیگر. سپاس. استاد عزیز، همون طوره که من از زندگی نامه شما که هنگام آماده نمودن کتابی پیوندی پیکره ها راجع به 70 سالگی جوان تاجیکستان میدانم، شما یک مدت فعالیت خود را از روزنامه‌نگاری آغاز کرده بودید. از اون زمانی پرشور جوانی چه خاطره هایی دارد؟ تشکر. زندگی گوشت همه خاطره است و با خاطرات زنده است در وجود ما. من اصلا کورس یا گروه ژورنالیستی فاکولته فیلولوژی تمام کردم. در فاکولته فیلولوژی 100 کس آمد، برای 25 کس سیون یک کورسی بود. کورس رو که تمام کردیم ما رو با روزنامه ها وابسته کردن. اول در کمیته رادیو تلویزیون مدت کار کردم و یک حکایه نوشتم با نام آبخیز. هرچند اون وقت هنوز میخوندم تماشاگی نه با تحصیل، یکی علاقه تقسیم کردم بگه همین جواب شما کار میکنید. ما هم همونجا رفته می اومدیم. بعد همون حکایه که چاپ شد برای اون حکایه شده خودی صوتی ملغزاده که یکم بار در مدت 10 سال به اتفاق سرگان نمی آمدن، آزرده و رنج جیده بودن، برای گفتن همین مؤلفش آمدن. و این چون استاد عطاخان لطیفی مخصوص گفتن یافتم و دیگر رو و هیچ کردم که با چند حکایه دیگر هم چاپ شد، محبت جوانمردی و دیگر رو وقتی که دارباز می آمد هیچ کردم که برای ایجاد کردن من بعده شاید استعدادم رسد، کما که عمق شدم، لیکن یک چیز کمی میکرد و اینم باشد نامش بود تجربه. همیشه رو کمسمون آورده. من کارگر کمسمون تاجیکستان بودم، لیکن در روغ در نورک در ولکت کمو خمسلیف که بتون ریز بود بیشتر عمرم در اونجا میگذشت برای آموختن حیات، برای اونکه هیچ کس از این کسبایی که ما میدونیم چی اگر ادیب باشد، چی نوازنده باشد، چی آهنگساز باشد، چی رسم، یگون کس مثل ژورنالیست حیات اخت خوب نمیدونه، برای اونکه رو با همون واقعه ها با اون آدم ها روپرو میزنه، هر روز سر به سر میزند و همین کم سمون تاجیکستان که با جوان تاجیکستان شد هم از جهت نموی ایجادات من، نموی ایجادات ژورنالیستی من و نموی جهان فهمی و جهان دانی من یک تکانی بخشید. سلامت باشید استاد عزیز. هنگام آماده نمودن همون کتاب ما همون وقت دریافته بودم که بسیاری از نویسنده های محبوبی ما، معروفی ما، سرکرده از میرزا ترسونزاده و از که در قطار سرمایه‌داران کمسمال تاجیکستان بودند، اونها در ادامه مثلا صوتی ملغزاده، میرزا ترسونزاده تا عبدالحمید صمدوف، اینها نویسنده های خیلی محبوب شدند بعدتر. بعد من فکر کردم که
شاید به احتمال زیاد همین فعالیت روزنامه‌نگاری یک زینه برای آغاز عملی فعالیت همچون نویسنده باشد و واقعا هم در مثال شما هم حس میکنیم که چنین بوده است. من کتابی اولین شما اگر خطا نکنم اسب آخرین بود. من یاد دارم که همین کتابی اولین شما من خوانده چقدر گرسته بودم وقتی که اسب میبرند و باید کشند برای گوشت شده. برای من خیلی گریه کرده بودم و وقتی که دیدم که در آخرش خیلی با یک طرز افسانوی این اسب زنده میماند و نمیکشند، همین خیلی تاثیرم کرده بود و حالا هم یاد دارم. و در ادامه استاد شما به نویسندگی از همه سرمحصولی تاجیک بدل شدید و چندین ده ها صدها اثر آفریدید که در همه جا خوش استقبال شد، بهای خوب دادند و امروز هم از فعالیت نویسندگی دست نکشیدید با وجود آنکه عین زمان فعالیت شما اصلا به ساحه فیلم بخشیده می شود. یعنی شما اصلا همچون برای جوانان امروز همچون مؤلفای فیلمنامه های خیلی موفق یادرس می شود. از جمله فیلمی که در آغاز جنگ شهروندی به نوار گرفته شده بود و در سالهای جنگ شهروندی صدها بار هزاران بار نمایش داده می شد با نام مرد متعلق دو زن و این فیلم، در این فیلم شما مؤلف این فیلم نامه بودید و تا حال من فکر میکنم که بیگان فیلمی که در تاجیکستان گرفته شده است به این حد سر نمایش یا سر مخلص نبود. نمیدونم شاید تاثیر زمانه بود. فیلم نامه تکرار به تکرار نشان داده می شد و موفقیت زیادی هم به دست آورد و امروز هم شما مانده نشده دنبال فیلم نامه های نو به نو هستید. به اندیشه خود شما همین کدام از فیلم های شما به نظرتان از همه موفق بود و چرا؟ تشکر. اول به قسمت اول سوال شما پاسخ میدم که نویسندگی این تصویر رویداد، تصویر واقعه ها و تصویر سرگذشت انسان است. برای چه از ژورنالیست‌ها نویسنده خوب برآمدند. آنها همیشه یک کسبی است که همیشه در حرکت، در زد و خورد است. در افت و خیز از آدم بسیار چیزا می‌آموزند که از کسب دیگر آموختن محال است یا کم امکان دارد. بعد همین مثلا یک موضوع در سر انسان میگرده، هم میگردد نه که او نوشته نمیشه مدت ها. وی آسمانی که با نام الهام است چجور ناشمون چنون به هم میشست که میشید فرجا نمیابید که همیشه تیسید وای کرد. یعنی که با چنون با شوق میریزید که مثل اون که فرزند نهمه تولد میشد همه دست و پاش همه چیز است. یعنی یک کاری آسمان است، الهام است که با رویداد با واقعه ها پیوست خورده است. و وقتی که این خدا از آسمان داد یا الهام داد یا زندگی داد، شما نمیتونید اون رو ننویسید. وقتی که نوشته شد شما خود ندارید و به مردم نرسانید. بگذار مبلغ هست نیست، امکان هست نیست، برای که رسالت نویسنده نوشتن است و به مردم رساندن است. از همین نگاه مثلا اثرهایی که نامبر کرد زیاده از 100 تا اینا همون نوشته های بودن که آمدن. من خود نداشتم اونها رو در حالتی که مبلغ دارم ندارم من کنم در چارچوبه یا در صندوق مونم
اون که این اثرها معلوم شد که اثرهای سزاوار هستند. برای اینکه من خودم اصلا شاگرد استاد عینی حساب میکنم. اون کس مثلا 22 زبان ترجمه شده بودن و صوفی خروف 16 زبان ترجمه شد. من با پیروی اینو کردم. امکان خودم نمیدونستم که توفیق‌های ادبی و ایجادی هم خیلی میاد که خودتون نمیفهمید چه خیلی قسمم بیاد. انا با 43 زبان ترجمه شد. این فقط موفقیت من یا این غرور من نیست. این افتخار من است که یک فرزند ملت نواسته که من شما کس دیگر میتونه یک کاری کند که به زبان زیاد ترجمه شد. هیچ که چیزی سوسته ترجمه نمیکنه. این چیز خیلی مهمه. حالا درباره اسب آخرین شعر گفتید. وقتی که من اون چیز رو نوشتم در صدو شعر گرداندم. گفتن نمیشه دیگه چیز رو به هم وقتا یک سیزی نویسنده‌های جوانی حکومت شوروی و دولت‌های سوسیالیستی بود. در مهمانخانه یون است که پهلوی لوژنیکی استادیون ورزشگاه عظیم بود. در همونجا وقتی که من اون رو و از پنهانی از اینو فرستوندم. وقتی که رفتم اون شب آمدن گفتن نبیف کی من خیال نبیف نمیدونم گفتم. من همون گفتم آخه خودش نبیف. من گفتم پگاه رو ما محاکمه میکنیم. های ما شبی درست خونه را ابلام میگه خودت چی میفرستوندی؟ چه از اون میکشه کن توقت کن. مرچی روز دیگر گفتن خودت برامده میخونه. اون وقت امکانات تکنیکی و کامپیوتر خیلی بود. گوش خطی میخوندم گوش خطی میشوند. من گفتم من مثلا لهجه خطی میخونم دشوار است. بعد یک کس لیو ایلیچ بود از نشاطی سویتسکی پیساد یک کسی نومری روسیه او گفت من میخونم سوداول سین گفت من چون من مخور شد که خودش خوند و پایش کامل نبود 28 صفحه و همونجا در حرکت لیتراتور او چوب 350 هزار نسخه چاپ شد. بعد ملاده گوردن کتاب شد 100 هزار نسخه چاپ شد. انا بعد مجله بود با نام سویتسکی پیساتل 8 زبان اساسی دنیا چاپ میشد با 16 زبانی مملکت‌های سوسیالیستی و دموکراتیک چاپ میشد که و حکومت سویتی مناسبت خوب داشتن. یعنی یک بار اونجا 24 زبان دیگر با ترجمه شد. و همیشه او شفقت نیازی یک نوشته دارن که در نوستالژیا چاپ شد. تدلوک دینی در همین روزا خاطر میارن که و میگن که شما شبه نکنید شک نکنید. تو وقتی که او در مسکو میخوند اگر 34 زبان خارجی به ترجمه شده بود. یعنی اون موفقیت من نبود، موفقیت ایجاد من بود. هرچند ایجاد من یک جزئی من بود، یک جانی من بود، یک در احساس و عقل و خرد من بود. همین خیلی رفتن گرفت و همین یه وقت تو کیمیاگر بنچیون که او رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان بود. همراه زنش به مسکو میرند. اون وقت همون استراتگاه‌های کینماتوگراف هم مثل استراتگاه چکه کبیشه بسیار باهاشم بودن. من میگم ما موضوع زمان نیست، موضوع زمان نیست. بعد رفیقش روز دیگه دعوتن بیاد. من میگم بورا باریش میگفتن اینجا بیاد تو میگوی که نیست نه موضوع. فیلم هم بود آخر. انا موضوع میگم بعد من در نورا کار میکردم در همون تونل ها آپارتو. بیگو پیش کار برآمدن کاتب یکم نورک میاد میگه که چه کیمیاگرش میکار میدونی؟ من میگم که چرا مشهورترین شخص رو داری؟ یه شعر بگم مشهورترین کدوم کیمیاگر کینماتوگراف چیکار میکنه؟ گفت که من چرا میگم همین ماشین من تو رو مسکو میبرد دوشنبه. ما اومدم کیمیاگر گفت که بعد شعر استرومو یورمالا اگه از کارونترین بایم 24 روزه میشنه ایشون ما هم نمی‌نویسی. همینطور همین فیلم ارجی هستی کرد. در زمان شوروی خیلی فیلم‌های شوروی می‌خرید، خصوصا شوروی بچگان فیلم بچگان نمی‌خریدن. 28 کشور دنیا خرید. خود من باور نمی‌کردم. بعد بحثا بسیار شد که چرا اینا خریدن.
گفتن که موضوعش انیق روشن واقعه ها بفتن نه همیشه که دنبال دیگر چشپیده میروند و حفظ طبیعت و حفظ حیوانات دیگه چه خیلی مهم است. همینطور یعنی یک تصادف بعد همین فیلمنامه‌اش مسکو چاپ شد. یک کینو آلماناخ بود، هر سال با یک بار چاپ میشد. حکومت شوروی 700 تا 650 80 یا 700 فیلم میبرد، فیلم‌های تلویزیونی، فیلم‌های مولفیلم و فیلم‌های بدیعی. در 6 هفته هم چاپ میشد. یگانه فیلمنامه توجیه که در اونجا چاپ شد همین فیلمنامه اسب آخرین بود. هرچند که وقت نوشتنش من خودم کمک نظر کمک نظر ناگرانه ناپسندانه هرچند که مصفت تصادف مصفت همون اطراف خانه ما هم اسبش گرفته می آورد. خلاص همینطور قسمت من با کینو پیوست شد. از بس که در مسکو یگان توجیه که بود که او کینو آلماناخ که 6-7 سناریو بیاد کرد من با مکتب عالی کینماتوگراف دعوت کرد که نیست که داخل نشه خیلی چیزا نوشته خودی من نمیدونم که من کینماتوگراف مردی متعلق دوزان مردی متعلق من وقتی که ما مسکو رفتم داخل شدم من سال یکم یک نوشتم دوره ساختمون من کار کرده بودم من با اوی 5 موندم باید کردم یکی استادم یجوب ولنتین ایوانویچ او بلد از سلدات بیلسونچه پوستینی یعنی او دوستانی سرباز و آفتابی گرمی تابستون که اینا فیلم‌های جهانی بودن او مؤلفش هست. گفت که چینو گفت قطع حکیم چینی اول تریتیس کرده میشه یعنی نارضاگی و من گفتم من نوشتم پنج گفتم لیکنه بعد گفت که میدونی چی من چیاده خوندم تو اون چه نوشته میتونه که زندگی باشه و ساختمان همون ساختمان هم تو یک کار نقد کردی که درگیر تقدیر آدم و ساختمان است. ساختمان در تقدیر آدم نه بلکه ساختمان درگیردش است. ساختمان اساسی نه برایش پایین موندن. بعد گفت که همون اثرات برای چون اثر انتخاب کردن یک پراودا روزنامه بود که هر روز چاپ میشد و همه تیراژ کلانترین روزنامه‌های جهان بود. برابر همین در شوروی یک تا مجله همه زیاد چاپ میشد نامش ربات نیست بود. اون مثلا سبخوز و این کارمندای مسئول اداره ها و همه چیز 9,469,000 کس چاپ میشد. در همونجا حکایه همین وینا چاپ کردن با بعد 6 ماه با همون ژورنال یک تاگی از همون کتابچه مایدک میکرد و همروی و با همون ابنشو میفرستم. همونجا دو چیز من چاپ شد یعنی در یک سال قریب 10 میلیون نسخه چیز من چاپ شد. حق قلم بود استاد؟ حق قلم وقت گرفتم که اون وقت در دوشنبه خانه خریده میشد. از فیلم چی؟ فیلم. بعد گفت که انامون وینا نامش وینا بود. بعد گفت چخیر من سالای سودیم بودم اون وقت دانشجوی کسی مهم بود قشلاق روادگر یا نویش رواد همه جمع شدن اپام اومدن یکی به فرزنداشون بار بود. من روز دیگه رفتن بودم که همسایه درونده سنکو با مادرم خیر کردن فهمیدن که اینا برای تو اومدنش و میمون کلون من رفتم و سرخانه وایش خون که نبود و نیکیم خود گرم نبود و اونده من گفتن که ولی درش سر گفتن خودش زن دارد با مشوقشم تولد کرد یک باره شنیدید از زبان و اون کس او مشوقش مرده است بچه هر جا برش که قبول نمی کند آوردش با همون زنش گفته است که من قبول میکنم با شرطی که تو روی ما در آخر فیلم آوردیم همین چیز پیدا شد و اون یکی از فیلم نامه های بهترینی کورس کینماتوگرافیستا و رژیسورای همون کورس مکتب عالی کینماتوگراف شد و یک مدت تاجیک فیلم نظر ناگران نگاه کرد رژیسور همون وقت هرچند که آلمان فیلم و یک
Даллат ва Литва Эстония هم طرفدارشن که ما موضوع وایشه تاجیک نه ناموشه وای کار میکنه. ما گفتیم برای تاجیکستان است. بعد اخیر مرواری چند فیلم کردگی بود. نمی‌وا. او فیلمش اندک نومد شدگی بودن. گفتم کرده میتوند برش برچه میتوند. فیلمی دشوار بود. فیلم چیزای عادی ساختن بسیار دشوار است. مثل اینکه گروبای میخونی چیز عادی میتوند. همین در او گفت چی که گویی پالومو میگیرم همراه کار میکنه. هرچند که وقتی شنکه من دوباره با همون شب ساعتای 10-11 شب ماشینی تاجیک آمده بود بیت نمیشد گفتم من پالوش بودم. خلاص فیلم روی نوار آمد. این فیلم چند جهت داشت. اولش که اون زمان با این موضوعی که هم زن و هم وای و معشوقه و هم دو طرف تحول میکرده این موضوعی تابو یعنی وای بود نامطلوب بود. این یک دیگرش بار اول در تاجیک فیلم بعد قسمتی شد باید با زبان تاجیکی میگرفتیم. من یک روی کرده ایستانم برای چی من که همین باید با زبان تاجیکی شود. مروارید در خانه هرچند که پدرش تاجیک بود در خانه ای که عبدالسیفشی مادرش بلاروس بود کلان شدگی بود همه نازکیش نمید. دیگرش که اون خصلت زنها و قشلاق و اندک شهری بود. نگم همکاری قطع میکنیم. خلاص بعد همون قسمت شاعر بعد 31 سالش فیلم به وجود اومد با زبان تاجیکی. این فیلم اساسگذاری با زمان نوی فیلم آفری با زبان تاجیکی شد. بعد همه فیلم‌ها با تاجیکی رفتن گرفتن و فیلم چنان مشهور شد که در همون کینوفستیوال اورادزا جایزه مهم گرفت. در یک فرومی بین اخلاقی زن و ایجاد بود. این فیلم با همون شروع شد و مرواری دعوت کردم به امریکا با همین فیلم با زمان تاجیکی. اونجا رفت ایرج باشیری که شناسی من بود و دکتر است ایرانی امریکایی شده شهروند امریکا. او تمام شتات‌ها با این گشت. فیلم هم با تاجیکی میرفت. این شتا ترجمه میکرد برابرش. ایرانی ها و افغان ها و دیگه چیزا و 50 60 70 فایزی و خود امریکایی هم بودن. فیلمی که گویا موضوع اونا دور است و دل اونا نزدیک شد. برای که انسانگری، آدمگری، عشق و محبت در همه جا یک خیله است. در همه جا انسان چخه که همه جا دو چشم داره، دو گوش داره، یک دهان داره. در همه جا عشق و محبت و صمیمیت و نفرت و آمد و نامد انسانی تقدیر انسانی یک خیلی است. اما خیلی فیلم نامور شد. هر دفعه که این فیلم نشون میتیم و کمپیراکو که تلفن یافته میگن که همون من 100 بار دیدم با دیدم با کیم کدام جهت‌های دست یافت. اون جهت ما بعد از اینکه یک فیلم داریم شهرها امروی جبل پیروف ما وقتی که نوارگری رفتیم طرف بلجوان و خوالنگ و همونجا دانقره باسی زنکو آزاد پیتره گفته های ازرکوی جا. بله استاد عزیز سبب حق قلم کینوی و حق قلم حکایه های چاپ شده کتاب های چاپ شده پسلینی من به کدام خاطر بود؟ به آن خاطر بود که این زمان حاضر مثلا من میبینم که تاجیک فیلم قدر امکان کوشش میکرد که بعضی فیلم ها به نوار گیرد ولی معلوم است که اون طلباتی که هنرمندای امروزه دارند یا هنرپیشه‌ای که معروفند دارند این چیز اونها قانع نمیکنند. برای مثال به نزدیکی شما هم بودید ما یک جا فیلمی ماهی در شست از محیدین مظفر تماشا کردیم و یک لحظه جالب در اونجا بود وقتی که یک نفره که سرپرستی بعضی از فیلم های محیدین مظفر بوده است به اصطلاح امروزه میلیونر تاجیک سید مراد دولتوف در آمد محیدین در صحنه اظهار کرد که موفقیتش اصلا از شناسایی با این شخصی که همیشه کمکش کرده است و خراجات زیادی
فیلم سازی و دوشتوش است و وای وابسته است و حتی گفت که قریب بود که من گیره میکردم که این نفر همین قدر کورژه پرتافته بر ناخست نمایشی من آمد. سبب همین بود. سبب سوال دادنم این بود که مثلا بعدی در گذشت بختیار خدانظرف شادرمان در خارجه همین خیلی گمان پیدا شده بود از سر بسیاری ها که با همین کینوی تاجیک هم تمام دیگر مرد. ولی امروز ببینید که محیدین بسیار فیلم های نقص کرد و چند نفرهای دیگر هم هستند که هوس دارن که یک فیلم خوب آفرند. به نظر شما این چی است؟ این یک رهکشایی نو در ساحه فیلم است یا که راهی نوی جستنی سرپرست برای فیلم ها است؟ این چی است به فکر شما؟ بله، زمان شوروی همه چیزی که بیشتر مبلغ میدادن برای فیلم بود. لیکن اگر مثلا 3 برابر زیادتر رژیسور برای فیلم نویس میدادن که ما ایده یافته است، اون نوشته های وای است، اندیشه های وای است، کارکرد وای است، سرگذشت وای است که بعد در اساس همون مثلا تهیه‌گر او فیلم میسازد. مثلا از بس که در گردی مرد متحرک وای کردیم، او با من 14,000 دادگی بودم. 14,000 و تخمینا 4 حوله در دوشنبه خریده میشد. از بس که ما پدر کسا بودن، ما 16 فرزند دیگر 15 کس بود. من بیشتر با خانه پدر و مادرم عدالتگاری میکنم و خانم داشتم. خانم دیگر وقتی که از وای مقررش را زیاد میگرفته که با 200% دیگر میدادم، با 28,000 دیگر دادم. و زندگیم خیلی آباد بود، هرچند خیلی جمع شد همه چیز برباد رفت. یعنی من گفتنی هستم که کینو هرچند صنعت اساسی است، ولی صنعت اساسی است. خواهی نخواهید من نویسنده هستم، حتی در کینو نویسنده هم، یعنی فیلم نویس هستم. هرچند که نویسنده هستم، کتاب رو نه همه کس میخوند، ادب 20 صفحه زور نمیخوند، یکی در 2 ساعت یک فیلم تماشا میکنه. و صنعت اهم اساسی است و صنعت اهم قیمت است، از همه گران است، پول بسیار صرف میشه. 2 سال کار میکنه، 2 سال نمایش میده و درگوی удовольствие میگه، یعنی یک کیفیتی بسیار سرخرجه. از همین نگاه مثلا اون مملکت‌هایی که بیشتر ترقی کردن مبلغشون مثلا بیشتر فیلم میآفرند و با دولت‌های دیگری هستن که اونها میآفرند فیلم‌ها رو برای نفوذ خودشون. مثلا اگر فیلم‌های صرف بدیهی با گیریم، اگر مثلا 350 تا اگر به فیلم‌های کوتاه به ملفیلم گیریم، اگر شوروی بود حاجی مثلا قزاقستان 380 تا 400 تا فیلم میآفرند. حتی تو آمدن طالبان افغانستان قریب 100 فیلم میآفرید. ازبکستان تا سال 6 فقط فیلم‌های تاریخی 30 تا، فقط 30 تا فیلم‌های تاریخی. یعنی که یک سال ممکن 50 تا 100 تا فیلم است. از ما از اون مبلغی که داریم همین از 2 تا 3 تا فیلم بدیهی زیادتر، از 2 3 تا فیلم کوتاه‌متراژ زیادتر، از 2 فیلم ملفیلم زیادتر و 4-5 فیلم‌های حجتی زیادتر گرفته نمیتونیم. ولی همین یک چیز دیگر هست. مثلا در زمان شوروی همه 15 ریسپوبلیکا غیر تاجیکستان دانشگاه کینو داشت. ما زمان شوروی بسیار کارهای نقص کردیم، بسیار کسب و هنرها و دانشگاه نو برای تربیت کردن و میآوردن ساختیم. مثلا در یک سال هم مکتب خریگرافیا، هم مکتب آدین هاشم موسیقی شد. موسیقی شد. اگر نگاه کنید کاری نقص است، کاری خوب است. چرا ما دانشگاه کینو نداریم که 100 کس اقلام تیار کنیم؟ برای چه اونجا با اپراتور تیار میکنن، در اونجا چی تیار میکنن؟ در اونجا تیار میکنن تهیه‌گر، نورافکن،
مثلا گری میکردگی مشو و فیلم می نوشتگی ما با 1000 برای ثبت کرد. یعنی اون فقط برای تولید فیلم نه، برای 10-11 شبکه دولتی است و با شبکه‌های دیگری خصوصی و گروهی و استودیو هستن. مثلا شمارشان 25-30 تا زیادتر برای وام کاتر میشه. چرا نکنیم؟ من چندین بار پیشنهاد کردم یک دانشگاه میکشیم، دانشگاه کینو. از همین 100 تا زیاد نه. مثلا هر سال 25-30 کس بهترین تئور میشه. لیکن البته اتفاق سینماگر رو باید مکتوب باید کند و همه ما باید دستگیری کنیم. یک چیز دیگر است. در امریکا در بخشو سناریست درس میدهد. برای چی مربی با ادب شب کتت ایزار تو سوس کن بچه چه وقت روی خاک به خیل نزن اخور نته. این ادب است. این ادب فقط این ادب وقتی زیستن کفایت نمیشه. بنابراین آدمو کسب میآموزن، زندگی میآموزن. خب سناری چیکار میکنن؟ میگن میبیاد 2 ماشین به دیگر زد ناخود رابا. یک تا بچه‌چه بخشم جامو بچه‌های بخشه که اونا نجات میتن. چه ماشین دیگه قطعی دکترخانه میبرن. یعنی که علاج زندگی کردن میآموزن. در آمریکا و در اروپا و در استرالیا و کشورهای دیگر توصیف چی ادبیات نمیآموزن. برای چی؟ ادبیات ساعتش کم نکردن. یعنی در 7 سال ادبیات 10 ساله که پیش بود میآموزن. یعنی که توصیف چی بیشتر با کینو دست میگذاره. شما هم روزنامه‌نگار هم کار کردید، نویسنده هم شدید و امروز شما مؤلفی سیناریوها باید انتخاب میکردید که شما در اصل کی هستید. من میبینم که شما ساحه کینوسازی را از همه اینها بالاتر میدونید و استاد عزیز هزار رحمت، تشکر برای اومدنتون. من سوالاتون اگه خواهید من جواب من هم باور دارم که روز میشود و پیشنهاد شما میشنوند و دانشگاه کینو نهایت در دوشنبه برای کشور ما بسیار وقتی شکست شد کدامش برای تو؟ من شکست هستم. زنده باشید. پیش از همش شما اهل قلم هستید. به همین خاطر یعنی باز برمیگردیم به همون برنامه ما. یعنی برنامه ما هم قلم و هم علم است. بله من ما هم قلم هستیم و هم علم هستیم. من در کینو هم نویسنده هستم. نویسنده کینو هر چی که میگیرم من مینویسم. سلامت باشید. خوش آمدید دوستان عزیز. زنده باشید.